اینجا کالخوز بود است. کالخوز بود بچی. کالخوز. ناتوری کالخوز. کالخوز خودت هستی. کالخوز همچنین شخصا مثل خودت هستند. توبه. توبه با حالی که خودت در همین شکل هستی. در همین شکل خودت هستی. Ужас, как страшно тут вообще. اگه страшно میگو خودش در همون برج خلیفه تولد شده باشه. Позор. позор تو هستی. позор همچنین شخصایی مثل تو هستن که وطن پس میزنن. Даже не хочется говорить, что я тут родилась. Нет, я не тут родилась. Я в Москве родилась. تو در خاورو تولد شدگی، نه در مسکو. تو در صدقه وطن کنی. در ده حیات من تاجیکستان نمیام. در ده حیات. نبیو. تو در صدقه وطن منه همچنین مثل تو شخصای وطن فروشه. دوستان السلام علیکم. هیچگاه یگان مادر یگان زن به عزت نفسش نرسیدم، اتوی چپکش نکردم. نکی در همین زن مجبور شدم. به کدام خاطر؟ والله به خاطر خدا کردم، به خاطر وطن کردم. یعنی اصلا بعضن همه زنها و مادرای الحمدلله خانشین و خداترس و خدمتگار وطن بسیار داریم دوستان وطن. اما اینچنین ابله ها را باید جواب گفت. به کدام خاطر؟ یا اولش پروردگار خودش رو هدایت کنه. صدقه وطن، صدقه آبادی وطن، صدقه جانثاری های پیشوای ملت، صدقه او شیرمردایی که در گرانیتسا و در حربی و در امنیت و آرامی وطن حفظ میکنه، صدقه همه کنن. بدبختی خانه سوخته خدا بخبر اگر که اومدی در مسکو در قبر بالا میگو که خودش که در برج خلیفه چوکاره تولد شده، از قبر اومدگی، از جایی که از هوا دیو که گواره مادرش و گواره خودش از آسمان فر اومدگی. نه، تاجیک هستی، وطن است، آباد است الحمدلله. زبانی مادری فارس داری. ای خواهر خدا هدایتت کنه. تو چقدر آخه اکامون رفتی پوبلیکات کردن، یعنی که نوار کردن وطن اخت پس زدن، این آبروی تو را شأن شرفت میبرداره. نه، هر کسی که وطن و ملت زبانش فروخت و دیگر دین ها را میفروشد، دیگر ملت را میفروشد. هیچگاه با اون ویدیو تو خط بالا نکردی نبرا. اگر که دیگر ملت بینه این میگه این بدبخت وطن اخت پس زد، وطن این بارم پس میزنم. من در مسکو در روسیه زندگی میکنیم، ما هم شهروندی رسیم، اما هیچگاه وطنمو پس نمیزنیم. بتونیم کمک میکنیم. برادران و خواهرانی که سایت های اجتماعی داره، به خاطر خدا میگم وطن پس نزنید. بتونی از آبادی ها، از تنجی، از آرامی ها چیکار کنی؟ حفظ کنی وطن، سیانکا کنی تا دیگه دولت رو ببینن. مردم آرزو میکنن تاجیکستان بریم. این بدبختی خدا به خبر رفته وطن، خصوصا مردمی کالخوزآباد برادران و خواهران بسیار میشناسم الحمدلله. وطن آباد گرم، چی میگن، تازه خوب دارن. پزار وطن دیگه نمیام. ابرق قورا گور در رود اخی نکنی ویدیو، نکنی وطنشم رو، نکنی شما ملت پس. الله هدایتون کنه. در همین مهاجرت دیده سعودی که همین روزها من پس نمیزنم، اما هم نتیسا چقدر پس رو میزنن. در خودی سخر آمیر اوچرد میستی. پزار ای صدقه همون وطن آباد و گرم و چی میگن خشروت کنه. بچه ها هشتونه در سر تو بگیری. خواهرایی که سایت های اجتماعی داری هشتونه در سر تو بگیری. ولی تقاوم میدونم یا برو خش توارج بسیار میبرویان. این ویدیو اودالی نمیشه انشاءالله. بیگزار برمدن بگیرن تا این زن نبره پوبلیکاتسا، یعنی پوبلیش نبخش نپرسه از تمامی مردمی تاجیک. الله هم ما رو هدایت کنه. همه وقت دستگیری وطن باشه، همه وقت غمخوری تاجیک باشه. السلام علیکم. بخشش که این مادر برو مجبور شدم.